ابوبکر، نعیم، کریم، رؤوف، محمد حبیب، پرویز شرم، دیومبک یا 5 دیگه مرغی که بسایی با بچه سامانو بچه جعفر پسیخای دیگه کتونش دیگه زنیا متا میگم اوچا تونا میگم گویدگیم تونا بو میگم تونا ابوبکر دکی گویدگیم تا بو میگم بافوری میکنم اوچا تونا میگم ای کار میبرم اوچا تونا میگم محمد دل میکنم من اونم زبسم میکنم برای نام ابوبکر دادان گم نایمی معروف دادان گم محمد حبیب اوچا تا گرزونی بیبی اوچا تا رسیا بردی اوچا تا میگم پازی شرم دیومبک درودی شکافت میگم زن تونا میگم نو مردو جعفر پسیخ حتی بچه زن تنه گم اخم نکنم نام میگردانم. روز 27 اپریل سال 2026 هست و ما برنامه مخصوص در این سالگرد 9 سالگی اصلاح برایتان تقدیم می نماییم. سخن چند از کارنامه اصلاح رسانه اینترنتی که امروز از تأسیس آن رسانه 9 سال سپری می شود. 9 سال برای یک رسانه عمر زیاد به حساب نمی رود، ولی برای رسانه‌ای که در خارجه در دوره‌های دور فعالیت خواهد کرد بازتاب و انعکاس حوادث و رویدادهای داخلی را هدف قرار می دهد. نوشتن از وطن انگیزه و اساس حضور و وجود وی است. تاب آوردن در طی این سالها پیش رفتن و پیشرو شدن زحمت زیاد می طلبد بدون آنکه کدام تشکیلات و سازمان کمک کرده باشد. یعنی هیچ گرانت مبلغی از هیچ خوجه خارجی تو امروز نگرفته است اصلاح. بدون آنکه منبع و سرچشمه دسترس و همکارانه داشته باشد کار سهل و ساده نیست البته، و این همه در شرایط و حالتی که مکانی زیستی معین نداریم. جامدانهایمان همیشه پیش دستمان است، هر لحظه می توانند کفشمان را پیش پایمان مانند. پا دراز کردن از کرپه پیامدهای سنگین به همراه داشت و دارد و این را همه می داند. اما چون همیشه تکیه و توکل بر خدا کردیم، نترسیدیم، ریسک کردیم و چنانه می بینید شکر الله پاک که جای پا پیدا کردیم، مقام و منزلت یافتیم و به یک نشریه محبوب و مقبول مردممان بدل شدیم. اما پایگاه اصلاح آغاز راه و ادامه مبارزه. بله بیننده عزیز گرامی، پایگاه اصلاح سنه 27 اپریل سال 2017 در شهر ورشو لهستان تأسیس یافت. بله ما سنه 12 فوریه سال 2016 از اوکراین به لهستان گذشتیم. البته چگونه سال 2015 مشکلات برای ما درست کردن، چگونه فرار به قزاقستان، از آنجا به بلاروس، از بلاروس به اوکراین که خوب دیگر این خودش هم تقریبا 2-3 ماه گذشت و نهایتا 12 فوریه سال 2016 از اوکراین به لهستان گذشتیم و در آنجا برای دریافت مقام پناهنده سیاسی مراجعت کردیم. ما را در لاگر مهاجران معروف این کشور با نام بزوالا که در منطقه با نام رادزین پادلیاسک قرار دارد و در نزدیک این مرز بلاروس واقع است، تقریبا 60 کیلومتر فاصله دارد از سرحد بلاروس جایگیر کردند. این لاگر در داخل جنگل جایگیر بود. اما از ماه فوریه سال 2016 تا ماه ایولی سال 2017 ما در همین لاگر قرار داشتیم، یعنی 16 ماه در آنجا زندگی کردیم. من حتی در همین شرایط لاگر نیز می نوشتم و فعالیت‌های خود را ادامه می دادم. واقعا اینترنت مشکل داشتیم، در خانه مشکل میشید، حتی می برآمدیم بیرون در راه روها می شیشتیم تو اینکه آن چیزی که می خواستیم نشر کنیم نشر شود. بسیار مشکلات بود ولی یک دقیقه معطل نمی کردیم. با وجود دوری ما در تظاهرات های مخالفین در شهر ورشو که از محل سکونت ما نزدیک 250 کیلومتر فاصله داشت اشتراک میکردیم. همچنین در کنفرانس های ساحه سازمان امنیت و همکاری اروپا در سالهای 2016 و 2017 فعالانه شرکت ورزیدیم. باور کنید داخل ماشین ها خواب میکردیم. مهم اشتراک ما در این کنفرانس بود. بسیار مشکلات بود، اما ما که هدفمان مبارزه بود اصلا یک سری موی پایان یا خم نشدیم. ماه ایول سال 2017 ما به شهرچه پروشکوف نزدیکی ورشو کوچیدیم.
و در آنجا تقریبا 5 ماه زندگی کردیم. پس از آن به فرانسه هجرت نمودیم. در اینجا میخواهم از این قرار خود ذکر خاص کنم، از این قرار که دیگر جارانه و فرانسه را انتخاب کردم. در حقیقت خیلی راضی هستیم، الحمدلله، زیرا از همه جهت برای عائله ما بهترین بود. فرزندان تحصیل کردند، زبان آموختند، به دانشگاه ها راه یافتند، در چمپیونات های ورزشی اشتراک کردند، جای های نمایان گرفتند. این واقعا یکی از قرارهای درست در زندگی ما بود. اینها قسمی از زندگی من در لهستان بود که بیان کردم. البته بسیاری وقت ممکن حالتها را عمومی ذکر نموده بودم، ولی اینجا یک کمی تذکر یا نمودم برای شما تا اینکه بدانید که اصلاح چی راههای پر فراز و نشیب را از سر گذرانده است. زمان در لهستان بودم سال 2017 پیوسته می گفتم که می خواهم یک سامانه تأسیس دهم و خواهش می کردم که دستگیری شود تا آن را فعال گردانیم، اما متاسفانه صدای بلند نشد و دستگیری این صورت نگرفت. پیوسته به من می گفتند اگر می خواهی چیزی نویسی در پیام بنویس. و واقعا هم می توان فهمید که بسیاری از افرادی که می خواستند کارهای کنند فکر میکردند که از کجای مبلغ میگیرند یا اینکه پول براشون میتونند، ولی ما که در فکر پول و صدد پول پیدا کردن یا کفتن یا پول کار کردن نبودیم، ممکن است که از این خاطر زیاد اعتماد و باور نبود که کار کردن میتونیم. پیشتر وقتی در داخل بودم ما سامانه با نام وسطیت داشتیم که خصوصیت علمی، فرهنگی، تاریخی و دینی داشت و از سال 2007 تا سال 2015 فعالیت میکرد. آن هیچ گونه انگیزه و مسائل سیاسی نداشت، تنها فرهنگی، معرفتی و تعلیمی بود. با وجود این آن را کمیته دولتی امنیت ملی بست و البته در این مورد در برنامه‌های زیادی هم مفصل صحبت نمودم و ما را حتی جریمه هم کردند. پس از آن دیگر تنها در فیسبوک و گروه‌های آن می‌نوشتم. باید تذکر نمایم که فیسبوکی که داشتم از سال 2010 افتتاح نموده بودم و سال 2020 یعنی بعد از اینکه اصلاح شده شد کاملا صفحه فیسبوک هم را یعنی شستند، منظور که کاملا فیسبوک او دلیتش کرد. خب دیگر این یک اقتباسی بود که یعنی حتی آن چیزی که در فیسبوک هم کار کردم از بین رفت همش. من چنین خصلت دارم، اگر به انجام دادن کار تصمیم بگیرم و ببینم که با مشکلات روبرو است ولی مهم است، حتما آن را تا انجام پیگیری میکنم. حالا میخوام یک نقطه دیگر را تذکر دهم. در تأسیس اصلاح دو برادر سهم بسیار ارزنده گذاشتند، یکی در روسیه و دیگری در آلمان. هر دو شخصان عادی بودند، با معاش کار میکردند. من دیگر تفصیلات نمیدهم، مهم آن است که با دستگیری همین دو برادر پایگاه اصلاح فعالیت خود را آغاز کرد. الله هر دو این برادر را حفظ نماید و واقعا هم اینها کارهایی انجام دادند که اگرچند با مبلغ‌های خیلی خرد منظور، ولی برای ما اون وقت یعنی خیلی یک چیزی بود که به خاطر راه اندازی کردن اصلاح، چون هیچ کارگری نداشتیم، تنها آغاز تأسیس و شروع کردن به کار و اینها یعنی مبلغ‌های لازم بود که باید اونها کار میکردن. حتی یکی از برادران مبلغی که باید برای گرفتن یعنی پراوا یا شهادت نامه رانندگی بود، همون را به خاطر اصلاح یعنی صدقه کرد تا اینکه آن اصلاح با کار شروع کرد. و دیگری در مسئله راه اندازی این که یعنی که شروع شود و یعنی که خوب الحمدلله که این کار هم شروع شد و الله برکت دهد این دو برادر را به خاطر این خدمت‌های بزرگشان که ان شاء الله خداوند آن را می‌داند و ملت نیز ان شاء الله روز این دو برادر را خواهند شناخت. همان وقت به بعضی سامانه‌های معروف آن زمان مراجعت کردم که ما را معرفی کنند، اما با بهانه‌های گوناگون رد یا دور پرتابی کردند. این نمیتوانیم، حالا شما کار کنید ایتری سایت در یک ماه چند تک شده می شود و بس میکنند کاره. ما نمیخوایم که رسانه ها یعنی با نام گرفتن چنین چیزها، یعنی در حالتی که یک سامانه تحلیلی بود بعضی از مسائل عادی تحلیل می شدن، یعنی ما در آغاز شروع نکردیم در حال با آشکار بیانی بیشتر، تنها تحلیلی وضعیت را تحلیل میکردیم، ولی باز هم نخواستند که ما را معرفی کنند. خوب دیگر معرفی کاری آسان نیست، البته زحمت شبانه روزی میخواهد. وقتی که کسی معرفیت نکرد باید خودت را معرفی کنی. من هم آماده بودم و هستم. خوب پلتفرم یا پایگاه اصلاح از آغاز
با روی کردی کاملا دیگر، نه فرهنگی و علمی بلکه محض سیاسی و تحلیلی فعالیت را آغاز کرد. در مدت همگی 4 ماه سامانه اصلاح با مطالب خود را معرفی کرد. از آن زمان تا امروز بیش از 9 سال می شود که اصلاح پیوسته و استوار فعالیت خود را ادامه می دهد. آن سامانه هایی که حتی برای معرفی اصلاح یک خبر نشر نکردند کی هاست که از فعالیت باز ماندند. البته این جای خرسندی نیست، ولی این یک جای تذکر است، چون که تاریخ ملت این را باید بداند و بفهمد که چگونه راه پرفراز و نشیب را اصلاح طی کرد. اما اصلاح با فضل و کرم الهی و تلاش های پیوسته کارمندانش همانا الحمدلله که فعال است. باور کنید حالا همین دقایقی که من این برنامه را ثبت میکنم، یعنی دیروز بود، الله شاهد است، یعنی کاملا یکی از پلتفرم های ما که در گوگل بود، اصلاح تیوی، از کار تمام نوارهاش پاک کرده شد. یعنی چگونه هجوم ها و هر روز هم میلیون ها یعنی پرازیت و کوشش میکنن که به خاطر از فعالیت بازماندن اصلاح پول مصرف میکنن، در حال اینها نمیدونن که اگر اصلاح از کار بازماند 24 ساعت یعنی مقاله هایی که هست امکان دارد یک مقاله یا 2 مقاله اگر گرفته نشده باشد دیگر همش یعنی که ثبت است، باز در مدت 3-4 ساعت دوباره یعنی برقرار می شود. ولی اینها کوشش میکنن که اصلاح بازم از فعالیت بازمانند. در طول فعالیت اصلاح ضربه های زیادی را پس سر کرده است، از حمله های خکری تا اتهامات بر دروغ علیه فعالیت استوار آن. با وجود این هیچگاه در راه نایستاده است و از کار فعالیت باز نمانده است. حتی کوشش کردند که با مبلغ اصلاح را خاموش کنند، اما یک چیز را فراموش کردند: اصلاحیان نه خریده می شوند و نه فروخته می شوند. ما از جانب افراد سیاسی، سفیران، وزیران و راهبران نهادها نامه ها دریافت کردیم، گاه تهدید، گاه دعوت به مذاکره، اما تا امروز شنو نبودیم، همون گونه باقی ماندیم و راه خود را ادامه میدهیم. بارها شده است که تیم اصلاح برای چند ماه به معاش ماند، اما حتی به اندازه یک موی هم از کار و تلاش دست نکشید. این همه از اعتقاد، صداقت و هدفمندی این تیمی با شرف شهادت میدهد. من دست همه کارمندان تیم اصلاح را چه در داخل و چه در خارج میفشارم. شما بهترین مبارزان و برگزیدگان خداوند و این ملت مظلوم هستید. بدانید این را. واقعا خیلی دوستتان دارم. خداوند همه شما را در حفظ و حمایت خویش نگه دارد. بدانید و آگاه باشید این ملت هرگز زحمت‌های شما را فراموش نخواهد کرد. نام‌های هر یک شما در تاریخ این ملت ثبت خواهند شد. چند جمله دیگر می‌خواهم اضافه نمایم. معمولا سنه‌های به اصطلاح کروگلی، حادثه های رویداد ذکر خاص می شوند که 9 سالگی شامل آن سنه نمی شود، چون 1 سال پس 10 سالگی اصلاح است. اما من یادآوری و یادرس کردم. بگذار هر کسی چیزی بگوید، اما من با عنوان مؤسس و سردبیر اصلاح با صراحت اعلان می دارم که ما کامیاب و موفق شدیم و بدون تعارف و خودستایی گفتنیم که حالا تنها اصلاح است. ما رسالت و مسئولیت یک رسانه آزاد و مستقل و مردمی را به اجرا رساندیم و باز هم به اجرا خواهیم رساند و نیز به حیث منبر و میدان مبارزه نیروهای اپوزیسیونی خواب و خور و آسایش این رژیم ظالم را با مخاطره انداخته ایم و خود شما هم شاهدید. هر کس خالصانه و بدون غرض کار 9 ساله ما را ارزیابی میکند، مطمئنم به این حرفهای ما راضی می شود. باز هم برای حسابات و گزارش مفصل و مدلل آماده ایم، اما ضرورت نمی بینیم. البته همه شما بیننده گرامی گزارش های سالانه ما را از سال 2020 و 2021 به این طرف می بینید که هر آخر سال گزارشی کامل از خود سامانه یا پایگاه اصلاح و از اصلاح تیوی یوتیوب من تقدیمی بیننده می کرده، چون ما از این ملتیم و حسابات خود را برای ملت می دهیم. اصلاح با نشر مقاله های تحلیلی و انتقادی کار را شروع کرد. خواننده، منبع، مؤلف، همکاران و مخلصان و هواداران و طرفداران خود را یافت. الحمدلله. برنامه های آن امثال منبر مهاجر، نامه ها از ناحیه ها، سمیکا نیوز و نامه مرا علاهیده نشر کنید، زیر ذره بین،
جایگاه اصلاح را تحکیم و تقویت بخشید. خواننده و تماشابینان آن را به ده‌ها و صدها هزار و تا به میلیون رساند. ما را بلاگر عنوان دادند. بعضی ها البته خودشان میدانند، اما حالا با بلاگری رو آوردند. ما در شرایط فوق‌العاده و غیر عادی فعالیت میکنیم. ما خوب میدانیم که چرا ما را بد میبینند، چون در دهن همه موم و سرب ریختند، اما در نوبت ما دستشان کوتاه است. اصلاح در نوشته این مطالب و مقاله مشکل نداشت و ندارد. ما در دریافت خبر دست دراز نداریم، که البته میدانند که این هم طبیعی است، اما در این سمت هم ناکام نیستیم. معلومات به دست اصلاح میرسند که واقعا هم دست ناخورده و خیلی نادر که شما بیننده گرامی آن را همیشه میبینید. چندین نفرها برای اصلاح زندان شدند، اما این مبارزه است. مبارزه ادامه میکند و مبارزه آگاهانه ادامه خواهد کرد. هر آینه با لطف و عنایت الهی پیشرفت داریم. اصلاح با روسی و انگلیسی هم موادهای خود را منتشر میکند. مؤسسه های بین المللی تحلیلی و بنگاه های معروف خبر پراکنی رسما مراجعت و اجازه استفاده از مواد و مطالب اصلاح را میکنند و ما هم به همه اجازت دادیم. چرا؟ چون که این مال ملت است و ملت باید دردش را تمام اقوام و ملل بدانند. هر کار رحمانوف و دستگاه ایدئولوژی آن طول این سالها بر علیه اصلاح کرد مثل لای خشک که به دیوار نمیچسبد. در کار و پیکار ما اثر نگذاشت. جیل جیل پرونده ساخته به کشورهای اروپایی، از جمله کشوری که مؤسس اصلاح زندگی میکند، فرستاد. البته بداند حکومت رحمانوف که سفارت یا هر یک فرد مهمی به تاجیکستان سفر میکند یا اینکه از تاجیکستان به اروپا می آیند، کوشش میکنند که با یعنی که افرادی که در کشور زندگی میکنند با آنها واخورند و به شکل با آنها بفهمانند. توسط فابریکه جواب تهمت و بهتان زیاد زد، حتی فیلم ساخت و از طریق شبکه‌های تلویزیونی پخش کرد. کاریکاتورها قریب هر روز در شبکه‌های اجتماعی درج می‌کنند، اما کمترین تأثیر ندارد. برعکس شمار هواخواهان و دوستداران و دوستان اصلاح همه سال رو به افزایش است. در نهایت اصلاح خودی مرا هم به یک مرد سیاست بدل کرد. ان شاء الله در سیاست هم کامیاب و موفق خواهیم شد، چون صدقمان و دلمان به خدا و خلق خدا راست است. ما از آغاز راستی را پیشه کرده ایم. راستان را خدا و خلق خدا خوش دارد. در آخر به تمام کارمندان اصلاح و مردم شریف تاجیکستان 9مین سالگرد تأسیس اصلاح را، شبکه خودی ملت را مبارک میگوییم. محمد اقبال صدردین، مؤسسه و سردبیر پایگاه تحلیلی و سیاسی اصلاح، 27 اپریل سال 2026. بله بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه امروز ما. خداوند موفق و پیروزمون نگه دارد و بتوانیم همه آنچه در خارج برای ملت و درد ملت را میگوییم آن را از داخل کشور بگوییم. بیننده عزیز و گرامی، چنانه که امروز در روز 27 اپریل سال 2026 قرار داریم و تقریبا 9 سال قبل از امروز که 27 اپریل سال 2017 پایگاه اصلاح در ورشاو تأسیس یافت و الحمدلله امروز 9مین سالگرد تأسیس یابی پایگاه اصلاح نت است که البته پس از 2 سال این سال 2019 آغاز به افتتاح کانال یوتیوبی اصلاح گشتیم. اگرچند کانال یوتیوبی اصلاح سال 2018 تأسیس و سال 2019 نوارها در آن برای تقدیم ملت و مردم در مبارزه آغاز و می توانیم بگوییم که اصلاح در طول این 9 سال مبارزه که داشتیم و یکی از پایگاه‌های قوی اطلاعاتی و مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری رحمانوف است و الحمدلله از آغاز تأسیس پایگاه اصلاح تا امروز هزارها مطالب در پایگاه اصلاح برای ملت و مردم تقدیم نمودیم که این
مطالبی که در اصلاح نت نشر می‌گردند برای آگاه نمودن ملت و مردم کار خود را در این طول 9 سال انجام داد و ملت و مردم را از جنایت‌های زیادی رژیم رحمانوف آگاه نمودند و الحمدلله در طول این 9 سال همه آن چیزی که از دست ما آمد بدون توقف زیاد و طولانی پایگاه اصلاح همیشه در خدمت ملت و مردم. در سال 360 350 مطلب در پایگاه اصلاح و امروز سالانه هر سال تقدیم گشته است که این دلالت از استقامتی برادرانی که در تیم‌های گوناگونی اصلاح قرار دارند می باشد و امیدواریم که انشاءالله این راه ما، مسیرت ما و آزادی ملت را برساند و خدا کند که توانیم در سالهایی که آینده هست پایگاه اصلاح از داخل کشور هم معلوماتی که برای ملت مهم هستند انشاءالله که خواهند رساند. اگرچند اصلاح در سال 2017 27 اپریل سال 2017 آغاز یافت و پس از چند ماه نوامبر ما با فرانسه رفتیم که دیگر در تمام طول این همه سالی که بودیم در فرانسه یعنی فعالیت خود را ادامه دادیم. البته خیلی از کارهای بالای اصلاح گشت، خکری انجام شد و حمله های خکری همیشه و همیشه بالای اصلاح بود و هست، ولی الحمدلله توانستیم این همه مشکلات را پس سر کرده و برای آن چیزی که ملت و مردم را باید آگاه سازیم و امروز الحمدلله که ملت و مردم را آگاه نمودیم. امیدوارم ما میتوانیم باز هم آن چیزی که برای ما مهم هست برای ملت برسانیم. امیدوارم بیننده عزیز و گرامی با ما باشید، همیشه مطالب اصلاح را در تلفن های اندروید خود که زمینه پایگاه اصلاح هست میتوانید که در تلفن های خودتان داشته باشید تا اینکه از همه مطالبی که ما داریم از آنها سری وقت آگاه باشید و تلگرام اصلاح آبونه شوید و یعنی زمینه پایگاه اصلاح را در تلفن های خودتان برقرار سازید تا اینکه از همه آن چیزی که برایتان خواهید که معلومات بگیرید انشاءالله که دریافت آنها از پایگاه اصلاح دریافت کنید. امیدواریم که انشاءالله با مراد و مقصود نهاییمان خداوند ما و شما را رساند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.